بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام. به درس 12 خوش آمدید. درس 12 در رابطه با دفتر کل هست. به انگلیسی به او میگن جنرال لجر. دفتر کل دفتری هست که حساب ها در او خلاصه سازی میشه و همچنین دسته‌بندی. ما در جلسه قبلی در رابطه با دفتر روزنامه خوندیم که رویدادهای مالی را شناسایی میکردیم و برای از او یک اکاونت جور میکردیم و هر کدام داخل اکاونت خودشان اکاونت های مربوطهشان دیبت یا کردیت میکرده میشه. حالا به مرحله رسیدیم که حساب ها را از دفتر کل یا از دفتر روزنامه یا جورنال به دفتر کل انتقال بشه که به او میگن جنرال لجر. جنرال لجر ببینید حالت تی داره. ببینید قسمت سرخش ببینید حالت تی داره و این دفتر تی هم میگه یا تی اکاونت هم میگن، چون نمو تو شبیه تی هسته به او تی اکاونت ها یا حساب تی هم گفته میشه. خب رویدادهای مالی را که ما در دفتر روزنامه‌چه هم دیگه کار کردیم را آوردیم در دفتر روزنامه‌چه پیاده کردیم و اکاونت هایی که باید دیبت میشد دیبت کردیم و اکاونت هایی که باید کردیت میشد را کردیت انجام داده میشه. حالا نیاز است که این حساب ها را از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال بدیم. ببینید دوستان عزیزم، این دفتر کل که هست بسیار ساده هست. فقط شما جابجایی و انتقالات انجام میده، دسته‌بندی میکنید. ما ببینید همونطور که میبینید قسمت دارایی را جدا تی اکاونت درست کردیم، بدهی را جدا، هزینه ها جدا، سرمایه جدا و همچنین فروشات جدا هست. خب همینجور که پیش بریم بهتر شما میتونید دیره درک بکنید. چه قسمت اول همون شماره 1 یا همون رویداد مالی ترانزکشن اول بود که گفته بودیم صابر میخواد یک کارگاه تولیدی بوت رو اندازی کنه و مبلغ 400,000 افغانی هم سرمایه گذاری میکنه. خب ما ایران بودیم در دفتر روزنامه چه یا دفتر روزنامه آوردیم کش دیبت کردیم 400,000 افغانی، همچنین سرمایه را کپیتال یا همون کپیتال را 400,000 افغانی کردیت کردیم. چون پول نقد یا همون کش که از حساب دارایی هست و حساب دارایی افزایشش با دیبت نشان داده میشه، ما ایره در قسمت دیبت آوردیم چون 400,000 افغانی پول نقد ما افزایش پیدا کرد و از طرف دیگه چون سرمایه یا هم کپیتال ما افزایشش با کردیت نشان داده میشه و همچنین چون سرمایه افزایش پیدا کرده ما ایره چه قسمت کردیت آورده میشه که ایره ما در جلسات قبلی به صورت مفصل روش کار کردیم و بخش مهمی از حسابداری هست. حالا ما اینا رو باید انتقال بدیم در دفتر کل. خب ببینید دفتر کل میایم حساب مربوطه رو پیدا میکنیم. اولین کاری که میکنیم در این قسمت میبینیم پول نقد یا کش هست، دیبت شده 400,000 افغانی. خب ما میایم در دفتر کل. در دفتر کل پول نقد ما در این قسمت هست. خب اینجا تاریخش اول ذکر میکنیم در کدام تاریخ بوده، میاریم کپی میکنیم میشه تاریخش بوده 13/1/1402. اینو میاریم کپی میکنیم در اینجا. خب ببینید دفتر کل هم یک توضیحات بدم کنش که این طرف دقیقا مثل روزنامه‌چه و هم دیبت و کردیت داره برای خودش. همونطور که مثلا در دفتر روزنامه‌چه میبینید دیبت سمت چپ قرار گرفته و کردیت سمت راست. در دفتر کل را هم همین رقم است، دیبت داره، کردیت داره و همچنین تاریخ هست. دیبت در قسمت دیبت قرار داده میشه و کردیت در قسمت کردیت. دفتر روزنامه هم در اینجا 400,000 افغانی دیبت داشته. خب ما میایم در قسمت دیبت بوده، میایم در دفتر کل در قسمت دیبتش مینویسیم 400,000 افغانی. خب دو دانه صفر اضافه است. خب چیزی معمولی است، او اشاریه‌اش نشون بده. خب 400,000 افغانی اینجا دیبت شد. دوباره در روی دفتر روزنامه‌چه میریم میبینیم قسمت بعدیش سرمایه شده کردیت 400,000 افغانی. میریم در دفتر کل سرمایه رو پیدا میکنیم که سرمایه در کجا هسته. خب سرمایه اینجا هست. در قسمت کردیتش 400,000 افغانی نوشته میکنیم. تاریخش هم همون تاریخ هست.
13/1/1402. خب این هم انتقال پیدا کرد. ببینید در قسمت پایینش که هست که جمع می ستون برای شما نشان بده، در این قسمت هم جمعش نشان بده و همچنین جمع دیبت ها را در این قسمت نشان بده و این قسمتی که پایین هست بیلانس از تفاوت از اینا رو هم دیگه نشان بده. زمانی که این ستون هم دیگه جمع شد و این هم جمع شد، این از هم دیگه تفریق میشه و چیزی که باقی میمونه در این ستون بیلانس نمیشه میکنن که باز بیلانس از مستقیم میره روی دفتر، البته تراز آزمایشی میره که اون انشالله واسه جلسات بعدی با هم دیگه کار میکنیم. خب مثال اول با هم دیگه کار کردیم. کش ما دبیت شد، قسمت دبیت نوشته شد و سرمایه ما کپیتال 400,000 افغانی کردیت شد که در دفتر کل انتقال پیدا کرد. حالا میریم روی مثال شماره دوم. در تاریخ 28/1/1402 خب صابر 80,000 افغانی یک دستگاه خریده بوده، 35,000 افغانی دستگاه بریچن و 20,000 افغانی دستگاه برای پخت رنگ بود میخره که مکمل میشه 1,35,000 افغانی. چون این دستگاه رو خریده به خاطر که می کارخانه خود رو اندازی کنه این دستگاه نیاز داره، این هم دستگاه در ما اکانت دستگاه گرفته میشه، یک نوع دارایی هست، در انگلیسی ولو پلانت میگه و دیبیت شده افزایش پیدا کرده. خب ما میایم در قسمت دفتر کل دستگاه ها رو پیدا میکنیم که دستگاه در کجا هسته. دستگاه و تجهیزات. خب این دفتر کلش پیدا کردیم. در دفتر روزنامه چه میبینیم 1,35,000 افغانی دیبیت شده. پس میایم 1,35,000 افغانی دیبیت نوشته میکنیم. تاریخش هم میزنیم، تاریخ 28/1/1402 بوده. 28/1/1402. خب از اون طرف دوباره میایم اینجا میبینیم که به خاطر که اینا دستگاه رو خریده پول نقد داده، پس پول نقد ازی کم شده. ببینید در اینجا قسمت زیاد شده بوده، اینجا کم شده دیگه. اونجا چون زیاد شده بوده به خاطر که سرمایه گذاری کرده و در صندوق پول اضافه کرده، 400,000 افغانی دبیت شده. اما اینجا رفته دستگاه خرید، از پول نقد کم شده، کش ما کمش با کردیت نشان داده میشه. پس ما بعد بریم دفتر کل خود مبلغ 1,35,000 افغانی کردیت کنیم کش خود. میایم به اینجا و قسمت پول نقد پیدا میکنیم، تاریخش اینجا می نویسیم 28/1/1402 1,35,000 افغانی در قسمت کردیت نوشته میکنیم. خب ببینید زمانی که پول نقد افزایش پیدا کرد دیبیت نوشته کردیم 400,000 افغانی، اینجا کردیت شده 1,35,000 افغانی. شما میتونید یک دونه کالم دیگه یا همون ستون دیگه اینجا اضافه کنید و یک توضیحات خرد نوشته کنید، بابت مثلا بنویسید بابت خرید دستگاه ده اینجا میشه، ولی ما او کارو نکردیم. همین که تاریخ شما نوشته کنید صحیح هسته. خب پس پول نقد هم 1,35,000 افغانی کردیت شد. ببینید در اینجا همونطور که گفتم 400,000 افغانی جمع از این ستون هست، 1,35,000 افغانی جمع از این ستون هست و بعدا ما اینجا یک فرمولی میزنیم که تفاوت اینا رو نشان بده. اگر این ستون اضافه بود در این قسمت پایینش نوشته میشه بیلانس، اگر این ستون اضافه بود از این که بیشتر بود این قسمت نوشته میشه. خب میریم روی دفتر روزنامه‌چه، دوباره مثال سوم بوده. خب این دیگه نیاز نیست مثال خوانده شود. میریم میبینیم که خرید کردیم اینجا 60,000 افغانی و پول نقد ما 60,000 افغانی کم شده. دوباره میایم در خدمت دفتر کل خرید را پیدا میکنیم. خرید را پیدا میکنیم، یک ستون داشتیم ماجور کرده بودیم بابت خرید. خب این اینجاست، خرید دیبیت شده. ببینید خرید دیبیت شده 60,000 افغانی، همون پارچز میگه برای 60,000 افغانی در قسمت دیبیت نوشته میکنیم چون دیبیت شده دیگه. تاریخش هم هست تاریخ 15/10/1402 15/2/1402 ببخشید.
و دوباره میبینیم رفته روزنامه‌چه که خب کش ما کم شده، کردیت شده 60,000 افغانی. بریم کش خود پیدا میکنیم. دوباره پول نقد ما کم شده، 60,000 افغانی کم شده. تاریخش رو میزنیم. شصت هزار افغانی. خب دوباره پول نقد ما کم شد. دوباره قسمت دفتر روزنامه‌چه بریم مثال چهارم. میبینیم اینجا موتورسیکل خریدیم 20,000 افغانی و پول نقد ما 20,000 افغانی کردیت شده. موتورسیکل هم جزء پلانت و کمپین یا همون دارایی و دستگاه ها میره و او رو میتونم در او اکاونت اضافه کنیم. البته میتونم یک اکاونت جدا برای این موتورسیکل مثلا جور کنیم، مثلا مشکل نداره، ولی جزء اکاونت پلانت که من دستگاه و تجهیزات میره، به خاطر که ما از این موتورسیکل استفاده میکنیم، به خاطر که می کار خود پیش بریم، مثل یک دستگاه وری است برای ما. پس موتورسیکل 20,000 افغانی دبیت میشه. در دفتر کل میریم. البته تاریخش رو اول ببینیم 22/2/1402. خب میریم در قسمت دستگاه ها. خب اینجا ما یک اکاونت برای موتورسیکل جور کردیم، 20,000 افغانی نوشته میکنم. تاریخش از 1402/2/22. خب نوشته میکنیم، میره کاپی میکنیم و از اون طرف چون بیایم میبینیم که دفتر روزنامه‌چه 20,000 افغانی پول نقد ما کردیت شده، چون به صورت نقدی ما خرید میشه. دوباره در قسمت کردیت نوشته میکنم 20,000 افغانی. تاریخش هم 1402/2/22. خب بریم روی مثال پنجم. صابر به تعداد 100 جوره بود به مبلغ 40,000 افغانی به صورت نقدی به مشتری میفروشد. پول نقد ما 40,000 افغانی اضافه شده، فروش ما کم و سیلز است 40,000 افغانی باز اونم اضافه شده و گفته بودیم دارایی و هزینه و خرید که هست افزایشش با دبیت نشان داده میشه. سرمایه، فروشات و همچنین یک حساب دیگه هم بود، حساب های پرداختن یا بدهی ها همراه افزایشش همراه کردیت نشان داده میشه. و اینجا هم چون ما فروش داشتیم افزایش پیدا کرده، قسمت کردیت 40,000 افغانی اضافه شده. چون پول به صورت نقدی فروختیم، پول نقد ما افزایش پیدا کرده، یعنی هر دوش افزایش پیدا کرده. خب اول پول نقد خود 40,000 افغانی اضافه میکنیم. تاریخش هم در 3/3/1402 پول نقد فروختیم. این قسمت میایم، مبلغش یادم رفت چند بود، 40,000 افغانی بود. 40,000 افغانی نوشته میکنیم. تاریخش هم 1402/3/3. این کاپی میکنیم. خب از دو طرف هم فروش کردم دیگه، فروشات خودم میارم در این قسمت در پایین فروش. در قسمت کردیت تاریخش میزنیم، در قسمت کردیت 40,000 افغانی یا هم افزایش پیدا کرد. ببینید یک طرف دبیت شد یک طرف کردیت شد، مثل که قبلا گفتیم. خب در تاریخ 13/3/1402 خرید داشتیم 30,300 روپه و همچنین 30,000 ازی پیبل هستم، ما رو به صورت قرضی خریدم و 300 روپه هم بابت کرایه به صورت نقدی دادم. خب در اینجا خرید ما افزایش پیدا کرده، دبیت شده، حساب های پرداختنی ما افزایش پیدا کرده، کردیت شده چون بدهی هسته و همچنین پول نقد ما 300 روپه کم شده چون به صورت نقدی ما رو کرایه موتر داده میشه. خب اول میایم قسمت خرید خود 30,300 افغانی در دفتر کل پیدا میکنیم خریدات خود و 30,300 روپه خرید ثبت میکنیم برای خود. خریدم در قسمت دبیت میشه 30,300 افغانی. تاریخش هم بود 13/3/1402. 13/1402/13. خب قسمت بعدی کدام حساب باید در نظر گرفته شود؟ حساب های پرداختنی 30,000 افغانی کردیت شدن. میریم در دفتر کل حساب های پرداختنی رو پیدا میکنیم. خب این قسمت است، تاریخش نوشته میکنیم. 30,000 افغانی بوده.
در قسمت کردیت اضافه میکنیم. ببینید در قسمت کردیت است پول نقد 300 افغانی کم شده. پول نقد هم باید بریم دستکاری کنیم شه دیگه. تاریخش کپی میکنیم. خب پول نقد هم کم شده 300 روپیه. در قسمت کردیت نوشته میکنیم 300 افغانی به خاطر کرایه موتر داده دیگه. خب در مثال هفتم 200 جور بغض فروخته به عارف قرضی فروخته. چون قرضی فروخته حساب‌های دریافتنی باید شناسایی شه به مبلغ 75000 افغانی. حساب‌های دریافتنی چون یک نوع دارایی هسته افزایش با دبیت نشان داده میشه و از اون طرف هم چون فروخته فروش ثبت شده کردیت 75000 افغانی میشه. خب اول میریم حساب‌های دریافتنی خود دبیت میکنیم. در دفتر کل تاریخ چنده 11/4/1402 این حساب‌های دریافتنی 1402 4/11. خب چقدر مبلغش بوده فروشش 75000 افغانی. در قسمت دبیت 75000 افغانی میشه میکنیم چون در اینجا در قسمت دبیت بوده دیگه. فروش پیدا میکنیم کردیت میکنیم 75000 افغانی. خب اینجا فروش تاریخ ثبت میکنیم مبلغ 75000 افغانی نوشته میکنیم. خلاص این فروش ها کلشون در قسمت کردیت میاد. چرا میاد؟ به خاطر که ما گفتیم فروش و بدهی و سرمایه که از افزایش با کردیت هسته. زمانی اگر فروشات ما مثلا ما جنس میفروشیم اگر جنس ما پس آمد باز ما میایم در قسمت دبیت ثبت کردن میتونیم. اگر او کار نکرده میتونیم یک اکانت دیگه برای او جور کنیم به نام برگشت از فروش مثل امضا یک اکانت جور کنیم و در قسمت دبیت ولی 215 یک سی یک گپ میتونم اگر برگشت از فروش روشون در قسمت دبیت ثبت کنه میشه. ولی بیشتر شرکت ها که هست برای خودش یک حساب جدا برگشت از فروش جور میکنه و کلگیشون در قسمت دبیت ثبت میکنه. خب فرق نمیکنه. در مثال هشتم صابر مبلغ 300 افغانی پول برق میپردازه. هزینه برق شده 300 افغانی دبیت. تاریخش 29/4/1402 بوده. ما هزینه ها رو پیدا میکنیم. خب در قسمت دبیت نوشته میکنیم 300 افغانی 1402 429 300 روپیه. خب این به صورت نقدی داده بعد از پول نقد ما کم شده. اینجا سعی کنید از پول نقد ما کم شده دیگه. کش ما کردیت شده. میایم در دفتر کل کش خود کردیت میکنیم. چند بوده؟ 300 افغانی بوده. تاریخش هم میزنیم 402 429. خب خلاص شد. قسمت بعدی مثال نهم. خب اینجا صابر رفته هزینه داده دیگه. معاش کارگر پرداخت کرده 4000 افغانی قرطاسیه خریده 8000 افغانی بابت خریداری مواد خوراکه و مبلغ 200 افغانی هم کرایه انتقال مواد خوراکه پرداخته. خب هزینه ها دانه هزینه ها هم دیگه تخصیص پیدا کرده. دیدیم که هزینه معاشات 5000 بوده. خب اول بریم هزینه معاشات رو پیدا میکنیم 5000 رو ثبت میکنیم دبیت. در قسمت دبیت هزینه ها در کجا هست؟ در این ستون بود. خب هزینه معاشات بوده خواهی اولی هست در قسمت دبیت بوده چون هزینه ها مثل دارایی در قسمت دبیت افزایش پیدا میکنه. تاریخش بوده 13/5/1402 1402 5/13. خب دیگه کدام حساب بوده؟ ادمین اکسپنس بوده 4000 افغانی هزینه اداری بوده. ایران پیدا میکنم ایران دبیت میکنه میشه. تاریخش ثبت میکنیم 4000 افغانی. خب بعدش چی بوده؟ هزینه خوراکه بوده یا فود اکسپنس 8000 افغانی. ایران باید بریم دبیت کنه میشه. فود اکسپنس که ما هزینه خوراکه میشه یا میشه چند 8000 افغانی. خب دفتر روزنامه خب هزینه انتقالات ترانسپورتیشن 200 روپیه بوده. دفتر کل زیر میرم بازم پیدا میکنیم که هزینه ترانسپورت انتقالات هم ترانسپورت میشه 200 افغانی
خب در کلش زیر به صورت نقدی داده، کل هزینه رو به صورت نقدی داده و کش یا پول نقد ما کم شده کردیت 17200 روپیه. این بریم یک جایی از کش ما او را کردیت میکنیم، یعنی کم میکنیم میشه. خب میریم در قسمت پول نقد، تاریخ میزنیم 17200 افغانی، یک دفعه کردیت شده دیگه. نیاز نیست ما دانه دانه بریم مورد کردیت کنیم چون یک جایی پیسه رفته دیگه. خب در مثال شماره 10 75000 عارف از مبلغ 75000 افغانی که به سابق قرضدار بود 45000 از رو میپردازد. در اینجا پول نقد ما 45000 افغانی اضافه میشه چون ما قرض خود گرفتیم جمع کردیم. پول نقد قسمت پول نقد دبیت میشه 45000 افغانی و تاریخش هم بوده 27/5/1402. از اون طرف دیگه باز چی شده؟ حساب های دریافتنی ما کم شده به خاطر 45000 اول 85000 بود ولی 45000 ش آورده دیگه، اینا رو کردیت و 45000 دیگه. و حساب های دریافتنی زمانی که کم شود با کردیت کم میشه دیگه، چون دارایی هست، دارایی افزایش با دیبت هست، کاهشش با کردیت یا کم شدنش با کردیت. ما باید دیر بریم حساب های دریافتنی خود کم کنیم، چرا که بالای مشتری دیگه پیسه کمتر داریم. 45000 افغانی میریم حساب های دریافتنی ثبت میکنیم، تاریخش هم میزنیم. ببینید اول 75000 طلب داشتیم، 45000 را زیر داد، پس چیزی که باقی میمونه 30000 است که بازی اینجا در بیلانس پاسپسان نشان داده میشه. خب دوستای گل میایم در مثال شماره 11. صابر مبلغ 300 جوره بود 120000 افغانی میفروشه که 70000 نقد میگیره، 50000 از باقی میمونه سر مشتری. خب این رو باید چیکار کنیم میشه؟ خب ببینید اول پیسه نقد ما اضافه می شده، 70000 افغانی ما گرفتیم، 70000 افغانی را دبیت میکنیم، پول نقد ما دبیت میشه. دفتر روزنامه تاریخ چند است؟ 16/15/6/1402 1402 6/15. خب از اون طرف دیگه حساب های دریافتنی ما 50000 زیاد میشه، چرا که ما مکمل پیسه نگرفتیم، بعد 50000 سر مشتری باقی مونده. پس بعد حساب های دریافتنی ما که یک نوع طلب هست و یک نوع دارایی هست باید اضافه پیدا شه، اضافه شود. چند؟ 50000 افغانی. تاریخش میزنیم 50000 افغانی. خب از اون طرف چی شد؟ نمیبینیم دیگه. خب اینجا میبینیم فروش ما کردیت شده 120000 افغانی مکمل. پس میایم در دفتر کل فروشات خود 120000 افغانی ثبت میکنیم. خیلی ساده است دوستان عزیزم. خب اینجا میایم قسمت کردیت، چون همونجا کردیت شده 120000 افغانی اضافه شد. ببینید یک طرف اگه دبیت یک طرف حتما کردیت میشه، باید قسمت دبیت کردیت با هم دیگه مساوی باشه. ما دیدید 120000 اینجا افغانی کردیت کردیم، 50000 افغانی در قسمت کش دبیت کردیم و 70000 افغانی در قسمت حساب های دریافتنی 70000 شد، 120000 رو طرف شد، 1200 طرف شد. پس ستون‌ها با هم دیگه برابر است، معادل حسابداری با هم دیگه برابر است. خب آخرین مثال هم 30000 افغانی مصارف شخصی برداشت کرده صاحب شرکت که همون صابر است. خب برداشت هم یک نوع هزینه اوری حساب میشه، هزینه نیست ولی ماهیت هزینه رو داره و افزایشش با دبیت نشان داده میشه. دبیت برعکس سرمایه هست. برداشت چون سرمایه رو کم میکنه، برعکس سرمایه افزایش با دبیت نشان داده میشه. سرمایه رو گفته بودیم که افزایش با کردیت هست، اما چون برداشت اینجا برعکس سرمایه هست که سرمایه رو کم میکنه با دبیت نشان داده میشه. خب میریم دفتر کل برداشت 30000 افغانی دبیت میکنیم. اول برداشت پیدا کنیم کجا هست. اینجاست برداشت 30000 افغانی دبیت شد. دفتر روزنامه چه؟ خب میایم تاریخ 29/6/1402 تاریخش هسته 29/6/29. خب از اون طرف
بعد پیسه نقد کم شده، میبینی پول نقد کم شده، کش کرده شده، میایم پول نقد خود کم میکنیم میشه 30,000 افغانی اینجا کم شده. دوستان گل مثلا اینجا خلاص شد. این حالا ما میایم اینجا خلاصه سازی میکنیم اینا رو. ببینید 5,55,000 افغانی قسمت دبیدی کش بوده، 22,62,800 اینجا بوده. زیادترش که هست این قسمت است، این قسمت است 5,55,000 قسمت دبیت زیاد است. پس ما اینو مساوی میگیریم 5,55,000 از این دیگه کم میکنه میشه 2,60,000. چیزی که باقی میمونه 2,92,200 بلانس حساب ما میمونه. یعنی اینکه در صندوق ما پول نقد ما 2,92,200 روپیه پیسه باقی مونده. دیگر هم میتونیم بیایم بالانس گیری میکنه میشه که چقدر خلاصه از اینا مونده. خب اینجا 1,25,000 این ستون دبیت است، کردیت است 45,000 و این قسمت زیادتر است. بیایم مساوی میگیریم 1,25,000 از 45,000 کم میکنیم، چیزی که باقی مون 80,000 افغانی. قسمت دبیت 80,000 افغانی حساب های دریافتنی ما ماند. در قسمت بعدی هم خرید هم همونطور چیزی نداریم، 90,300 یک طرف است، همون 90,300 هم میگیریم. این قسمت بالانسگیری هست، خیلی چیز ساده ای است. اینجا همون 1,35,000 است، قسمت کردیت چیزی نداریم، اما خودش نوشته میکنه میشه. و همچنین قسمت موتورسیکل که هست، حساب موتورسیکل که هست، ایرم همون 20,000 خودش میگیریم چون قسمت کردیت چیزی نداره. و میایم پایین حساب های پرداختنی. خب اینجا دیگه میبینیم کردیت که هست، ستون کردیت 30,000 است، دبیت چیزی نداره، پس این رو باید در میزیر خودی ستون کردیت نوشته کنیم 30,000 افغانی. در اینجا هم چیزی نداریم. خب میایم پایین هزینه ها، در قسمت هزینه ها میریم. هزینه معاش 5,000 است، همین خودش میگیریم. دبیت 300 روپیه خودش میگیریم. در قسمت کردیت چیزی نداریم، صفر است. دبیت 200 افغانی هست، کردیت صفر است. این هم خود 200 افغانی رو میگیریم بالانس. این چی بود؟ هزینه خوراکه بود 8,000 افغانی خودش میگیریم، به خاطر قسمت کردیت چیزی نداریم که ازش کم کنه میشه. 4,000 افغانی هزینه قرطاسی بود، اداری بود، همین خود 4,000 هم میگیره میشه. و قسمت سرمایه همون 400,000 افغانی کردیت است، همون خودش میگیریم. قسمت برداشت هم خود 30,000 میگیریم در قسمت دبیت، چون که چیزی نداره که ازش کم کنیم میشه. و دیگه خلاص دیگه چیزی دیگه هم نموند. این شد از ثبت دفتر. قسمت فروشات هم مونده، ایرم یک توتال گیری میکنیم. 2,35,000 قسمت چی هست؟ کردیت هست، همین خود از ایره در می بالانسش میگیره میشه. خب این خلاص شد. و قسمت در این امروز ما دفتر کل یا جنرال لجر خوندیم که چطور از دفتر روزنامه دفتر کل انتقال بدیم. جلسه بعدی جلسه تریال بالانس هست یا تراز آزمایشی هست و بخیر ما روی از آن بحث خواهیم میکنند. سلامت باشین، بخیر باشین. توجه شما رو انشاءالله میخواهیم که درس ها را با دقت گوش کنید. بخیر باشین، سلامت باشین، خدا نگهدار.